همان روحانی عیسی را به بزم دعوت کرد و عیسی به خانه او رفته پهلوی میزبان نشست. گوباشو بیروید، بیروید، بس است، بیروید. کجایی باشد شوخی میکنند. چی میکرده باشد اینجا؟ نمیدانم. او چی میکند؟ اگر او در حقیقت پیغمبر می بود میدونست که این چیزن او را لمس کند. میدونست که به چی گناه آلوده است او. من میدانم که توی شمعون. حالا مرا بشنو. دو کس از سودخوری قرض گرفتند. یکی 500 دینار، دیگری 50 دینار. اما پرداخته نتوانستند و قرضده هر دو را بخشید. کی بیشتر به قرضده مهر بسته است؟ گمان میکنم آن که از قرض بیشتری رها شد. راست گفتی. به او بنگر. به خانه تو آمدم و بهر پاشستنم آب ندادی. اما این زن پای مرا به آب دیدگانش بشست و به موی سرش خوش کن. تو مرا حتی نبوسیدی. این زن از بوسیدن پای من فارغ نمی شود. تو به موی سر من روغن نمالیدی. او به چربی روی خود پای مرا می مالد. اینک بگویمت مهر بزرگ او کفارت همه گناهان اوست. کسی آمرزش کم دیده است، او مهر نیز کم دارد. گناهانت آمرزیده شد. اعتقاد تو را نجات داد. برو. من